آقای کریمی، امروز شما تو خبرگزاری ایرنا یک گزارشی منتشر کردید که در مورد روستاهای قصرقند که 41 روستای قصرقند با جمعیت 18,000 نفر تا هفته ها و برخی مواقع تا 2 ماه خودروهای کمکدار و شاسی بلند باید رفت آمد بشه. من تو شبکه‌های اجتماعی هم زیاد دیدم که هم تو شهر بخش دهستان کاجو قصرقند، هم بخش بنت نیکشهر و هم شهر پیشین، اینها جاهایی بودن که از امدادرسانی‌ها کمتر بهشون شده و از چشم امدادرسانی‌های مردمی پنهان هستند. بفرمایید که الان وضعیت اون جاها چجوریه و چرا همه کمک‌ها تو دشتیاری متمرکز شده؟ مشاهدات عینی شما چه میگویه؟ منم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله هر جا که هستن سلامت باشن. واقعیتش بخواهید سیل در منطقه بلوچستان در جاهای مختلف در واقع اتفاق افتاده و این سیلی که در واقع به دشتیاری اومده سرچشمش از نیکشهر و قصرقند بوده که از اونجا بارندگی بوده، بعد باران در واقع اومده به پشت سد زیردان و اومده به دشتیاری. پس ما نتیجه میگیریم که در واقع در بالادست بارندگی بیشتر بوده، ولی الان فقط در واقع حوزه دشتیاری بلد است که رسانه‌های مختلف در روش پرداختند و حوزه مثلا مثل کاجو الان 6-7 هزار نفر در بالادست هستند و چندین روستا در حوزه همیری و از دپ و سارتاپ و تا بره به عزیزآباد و بالاخره توکل و همیری، اینا مثلا کلا روستاهایی هستند که همیشه در محاصره سیل هستند و هیچ خودرویی اونجا نمیتونه رفت آمد بکنه و اطلاع رسانی در این منطقه هم در واقع یکم ضعیفتر بوده و از چشم رسانه‌ها یکم دور مانده، در حالی که کمک رسانی و نیاز به امداد هوایی فقط میتونه حوزه در واقع مال کاجو رو پوشش بده یا همیری رو. الان هم مثلا ما توی نیکشهر منطقه موکی بالا، موکی پایین، سبز، باکور، اون مناطق اصلا هیچ راهی نداریم که اون شخص باید بیاد تو مرکز شهرستان یا جای دیگه اقلام و مواد غذایی لازم رو در واقع برای خودش تهیه بکنه. یا مثلا کجاها گفتید راه نداره آقای کریمی؟ موکی بالا، موکی پایین، سبز، تو حوزه منطقه داروکان، بالادست داروکان مال کجاست؟ داروکان مال کجاست؟ نیکشهر، بخش مرکز نیکشهر. آها، خب بفرمایید. خب یا توی هنزم زیردان که منطقه چهان هست، یا حتی بحث یه منطقه ما داریم توی گرگان که تقریبا 14 روستا هستن توی منطقه گرگان دهستان مهبان، اونجا هیچ راهی نیست. ولی من اینو تاسف میخورم که من خودم با چند مسئول استانی و حتی خیریم که صحبت میکردم، میگه فرمانداران اونجا و مسئولانی که اونجا هستن مثل قصرقند، مثل نیکشهر یا حوزه بالادست دشتیاری، اطلاعاتی که دادن گفتن نه راهها بازه، در حالی که در همین کاجو ماشین کمکدار فقط میتونه اونجا بره، یا مثلا ماشینای در واقع امدادرسانی که شاسی بلند هستن اونجا میتونن برن، نه ماشین میتونه بره، نه ماشین عادی مثل پراد و پژو که اکثریت مردم دارن استفاده میکنن، هیچ راهی ندارن. اینا از هر طرف محاصره هستن و شاید 2-3 ماه، یعنی بعضی موقع تا 4 ماه، چون که اونجا یه جوری هست که ماشین موقعی که میخواد عبور بکنه از وسط رودخانه کلا میشینه، یعنی در واقع میره پایین مگر اینکه یه لودر بیاد یه کامیون سنگین اونو بوکسل کنه ببره. پس ما اینجا نتیجه میگیریم که مشکلات اون طرف خیلی بیشتره. الان ما 18,000 نفر در محاصره سیل داریم، نزدیک 2 هفته است. الان مثلا 3مین هفته و هر چند وقت بار که بارندگی میشه کلا راه اونجا مسدوده. یعنی شما اصلا 41 روستا در محاصره سیل باشن، اونم 2 هفته، بالاخره اینا چقدر اقلام یا چقدر در واقع مواد غذایی دارند که ذخیره کنن تا به مشکل نخورن. ولی ما اونجا رو در واقع رسانه‌ها زیاد پوشش نمیدن، فقط جاهایی که مثلا مثل دشتیاری باشه اون خوبه، ولی همه کمک‌ها معطوف شده به مواد غذایی، به موضوعات دیگر. الان مثلا در حوزه دشتیاری بحث پل‌ها هست. مثلا ما یه نمونه مثال میزنم، من رفته بودم بخش تلک، کل 74 روستای بخش تلک لنگ 5 تا پلن، یعنی تکمیل 5 تا پل میتونه 74 روستا رو با 24,000 نفر نجات بده. یعنی اگر شب و روز بارندگی بشه
همین 5 تا پل اگر تکمیل باشن تو حوزه دشتیاری منطقه کوچو، حوزه و منظور بخش تلنگ، کل مشکلات تردد مردم حل میشه. ولی همین الان ما تو سیل اخیر شاهد بودیم که تا چندین روز هیچ اطلاعی از مردم اونجا نبود، یا خسارت هایی که بحث واحدهای مسکونی در واقع تخریب شده یا سقفش اومده پایین یا فوتی هایی که داشتیم به اینا اصلا پرداخته نشده. و متاسفانه مسئولین استانی و مسئولین کشوری ما فقط آمار میدن که مثلا ما تخریب خانه نداشتیم. خب تخریب خانه داشتیم، شاید شما اطلاع ندارید، یا فوتی داشتیم ولی شما اطلاع نداشتید، یا اینکه بالاخره اون ضرب بحث سیل رو میخواید پایین بیارید که مثلا ما اینقدر کمک رسانی کردیم و فوتی نداشتیم، یا اینکه مثلا سقف خونه پایین نمیده. خیلی از سقف‌ها اومده پایین، برای من عکس دارم میفرستم، فیلم میفرستم، تماس میگیرن. یعنی من در کل بگم متناسب با حجم در واقع بارندگی و سیلاب اونجوری که باید خدمات رسانی بشه نشده.